نظیرجان توشف 28 ساله یکی از 4 محبوس متهم در آشوب و گروگانگیری در محبس رقم 19 در شهر سروفک ولایت ولگراد روسیه کی بود. نظیرجان زاده شهر ترسونزاده در تقریبا 50 کیلومتری غرب دوشنبه بوده. هنوز کودک بود که پدر و مادرش جدا شدند. مادر او از دنیا گذشته است و پدرش ولو در دوشنبه به سر میبرد. خود نظیرجان سالهای 2019 خانه‌دار شده. الکی سال 2021 با یک فرزند و همسرش جدا شد و همسر او حالا با یک دخترش در شهر مسکو کار و زندگی میکند. بنا به اطلاع جمع‌آورده پایگاه خبری MSK یک رو، نظیرجان 10 سال قبل برابر رسیدن به سن 18 به جستجوی کار به روسیه آمد و اولها در یک خوابگاه در شهر خیمکی در کنار مسکو زندگی میکرده است. او اون وقت در سبک رپ ترانه میخواند و ترانه‌هایش را در صفحه‌اش در شبکه فکنتاکت نشر میکرد. او صفحه‌اش را در این شبکه به نام نظیر عثمانوف گشوده بود. حالا ویدیوهای رپ سرایی نظیرجان توشف در اینترنت دیگر نیست. معلوم نیست که اگر نظیرجان به خواندن رپ ادامه میداد آیا زندگیش به کدام سمت و سو میکشید، ولی از معلومات جمع‌آورده خبرنگاران روس برمیآید که او در چندین سال در روسیه قرار داشتنش چندین کسب و کار را تجربه کرد و خود را در عرصه‌های گوناگون میسنجید. از جمله در فکنتاکت عکس‌های نظیرجان هنگام مشق MMA در تالار خوابگاه در خیمکی نیز دیده می شود. او همچنین به صفت جای کار خود یک کارخانه خرد ترمیم تجهیزات در پنزه نیز نشان داده است. سال 2017 یک جوان خیلی مانند به نظیرجان توشف در گردهمایی اعتراضی در نزد سفارت میانمار در مسکو دیده می شد. آن وقت چندین هزار از مسلمانان در نزد این سفارت به ضد قتل عام مسلمانان از قبیله روهینجا از جانب مقامات میانمار و با طلب تأمین امنیت این قبیله مسلمانی ساکنان میانمار اعتراض کرده بودند. البته در آن گردهمایی افراد رسمی از جمله وکیل دوم دولتی از چچنستان آدم دلیمخانوف و مفتی قسمت آسیایی روسیه نوفق الله اشوروف نیز اشتراک داشتند. در نهایت چرخ تقدیر نظیرجان توشف را به ولگراد آورد. سال 2021 او را در اینجا با جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و تا سال 2029 زندانی کردند. در حکم دادگاه گفته میشد که توشف با ماشینش ایران میبرد و در زیر درختان در جنگل در زکلاتکه ها یعنی در جایهای مخفی برای خریداران پنهان میکرد. بنا به این گزارش توشف بعد بازداشتش با تفتیشات همکاری کرده به دستور مقامات به مکاتبه با روبر قاچاقبران ادامه داده برای بازداشت شریکان نشو فروشش مساعدت کرده است. سامانه انتی مافیا با استثنا به مواد پرونده توشف نوشت که زاده تاجیکستان گویا به خاطر کندن قرضهایش به فروش مواد مخدر مجبور شده است. او در بیاناتش گفته است که وقتی که کسی از یارو دوستان و خویش و تبار قرضش نداد در واتساپ نفر با نام اسرائیل با او تماس گرفت و پیشنهادش کرد که در عوض 70,000 روبل همچون نرک کوریر برای وی کار کند. توشف یک ماشین تمغه خونده را به اجاره گرفته مواد مخدر را در داخل اپشیفکا پنهان کرده است و برای برآمده است تا مواد مخدر را در زکلاتکا جابجا کند. ولی در کارمندان دپس ماشین او را ماند و داخلش را کوفت و کوب کردند. مواد مخدر را یافتند و به توشف پیشنهاد کردند که برای فوش کردن شریکانش همکاری کند. توشف به این راضی شده در یک جای نشان داده کارمندان پلیس بسته مواد مخدر دروغین را گذاشته است و توسط ادامه مکاتبات با اسرائیل آدمان او را به همین مکان راست به دام پلیس راهنمایی کرده است. در نتیجه در جای زکلاتکا پلیس باز 2 قاچاقبر را دستگیر کرده است. هرچند ادوکات‌های آنها تلاش می‌کردند که عملیات را همچون اغوای مقامات و توشف را همکار پلیس به قلم دهند، ولی در نهایت دادگاه هر سه را در قاچاق مواد مخدر گناهکار شناخت و روانه زندان کرد.